خب با عرض سلام دوستان، اینجا یه دستگاه پنل ضبط پایونیر رو داریم 2850. قرار اینو بلوتوثی کنیم با ماژول M18. این ماژولی که میبینید یه تعدادی پایه در این سمت داره و یه تعدادی در این سمت. خب ما با این چهارتایی که اینور اصلا کاری نداریم. این 6 تا پایه‌ای که اینور داریم به ترتیب از بالا، حالا کنارش هم نوشته کلید، پایه کلیده و میوتش هست، VCCش هست، گراندش هست، لفت و رایتش هست. اینو باید چجوری ما تغذیه کنیم و توی این بورد تعبیه کنیم؟ عرضم به خدمت شما که ما روی این بورد یه دونه USB داریم و یه دونه جک 3.5 میلیمتری صدا داریم. پایه مثبت و پایه منفی چیز رو پیدا میکنیم، USB رو پیدا میکنیم و اینو به VCC و GND ماژول M18 مون متصل میکنیم. مثلا این برای تشخیص پایه های مثبت و منفی این سوکت، شما وقتی اینو به این صورت به سمت خودتون بگیرید و این قسمت پلاستیکی به سمت پایین قرار بگیره، از سمت راست پایه مثبت یا VCC، دیتای منفی، دیتای مثبت و پایه منفی سوکت شماست. خب بریم پایه مثبت منفیش رو وصل کنیم. اتصالش رو بررسی کنیم. همچنین پایه منفی، اتصال بررسی کنیم. خب پایه مثبت رو وصل کنیم. جک خیلی طبیعتون نمیگیره، یه ذره قلب بزنید بهش، چون اینا درصد آریو زدنیشون یه ذره متفاوته و دمای بالاتری ذوب میشه. این کارو که انجام میدید اون به راحتی ذوب کنید. این از مثبت و منفیش. دوستان این علامت های به علاوه‌ای که اینجا میبینید اینا جای پایه های اینه. اگه تو تصویر مشخص باشه عرض بنده، آره این جای این پایه هاست. اگه منفی زده باشه جای ایناست. خب سعی کنید سیماتون توی اینا قرار نگیره، چون این موقع بسته شدن یا لهش میکنه یا درست بسته نمیشه. ما یه دونه هم اینجا داریم و البته اینو باید روی اون یکی که قاب پشتشه برداریم. این تست رو با متر هم اگه نتونستید چشمی ندارم، من چشمی دیدم و انجام شد. اگه نتونستید میتونید با مولتی متر اینا انجام شد. خیلی کار سختی نیست. سعی کنید فن اینجا مثل فن من داشته باشید که هر که رویه خیلی برای موزر میگه این خورده نکرده داخل تنفستون نره. خب تموم شد. ما پایه‌های تغذیه ماژول M18 مونو به تغذیه USB دستگاه متصل کردیم
که گفتیم از این سمت میشه مثبت، دیتا منفی، دیتا مثبت و منفی یا گراندمون و پایه های چپ و راست مادگی جک 3.5 میلیمتری مونم پیدا کردیم و متصل کردیم طبق نوشته های پشت ماژول M18. اینو یه جایی قرار میدیم که قطعه ای زیرش نباشه که خدای نکرده اتصالی نکنه و به علاوه اون این قسمت هایی که علامت گذاری شده باید پایاش از روی این قاب برداشته بشه و این پایه ها الان این ستاست. توجه فرمایید که اینجوری گذاشته میشه. این پایه ها داره قطعه ما دستگاه ما رو درگیر میکنه. خب حالا ما میتونیم اینا رو یه ذره کوتاه‌تر کنیم که این ماژول ما هم نگه داره اینجا، کامل قطعش نمی‌کنیم. یک کوچولو رو کوتاه کنیم که ماژول ما هم نگه داره. خیلی نرمه این با کاتر و اینا میشه خیلی راحت اینا رو حذف کرد. یک جا تا کاتر درد میره تو ماژول. فیکس رو می‌کنیم. خب این رو می‌ریم داخل جایگاه خودش. و این یادتون نره کلید جلوش انداز و فنرش هم خیلی مهمه بچه‌ها. فنرش رو نه بازی کن کنید. ببین بچه‌ها این هیچ اتصالی نیست روشن از جامعه به هیچ قسمت از برد دستگاه ما نداره که اگه داشته باشه واقعا خطرناکه، ممکنه پنل اون بسوزه. کاری نکنید دیگه. این شک هم دارید انجامش ندید. خب من اینو می‌بندم. ببینم ببینید بچه‌ها هنوز داره اینجا فشار میاره. فشاره. اگه تو فشار باشه پنل موقع جا خوردن یه ذره بیرون وامیسته یا کیپ نمیشه میپره بیرون. شما باید الان بهتون میگم که چیکارش کنید. ببینید این به خاطر این آیسی که داره روی این قاب درست نمیشه، واسه اینو کامل حذفش کنیم. ما باید گفتیم نصف حذفش کنیم که راحت شد. ما کامل حذفش کردیم دیگه. قابمون کامل بشه چون قاب اصلا نباید برجستگی داشته باشه. دوستان توجه کنید این نکاتو. بفرمایید این خدمت شما بدون هیچ برجستگی در بالای قاب. این برجستگی اگه ایجاد بشه مانع اتصال این نریمادگی پنل به خود دستگاه میشه. خب این از نصب ماژول بلوتوث M18 روی پنل پایونیر مدل 2850. ممنونم که همراهی کردید. وقتتون بخیر.